این همان دختریه که بهش فلفل دادن. دختره به خاطر 10,000 تومن پول اونو خورد. از چشماش اشک اومد، یعنی خندید. مبادا که پولو بهش ندن. داشتن بهش میخندیدن. الان اینقدر خدا بزرگه، اینقدر بزرگه. یه مرد اماراتی به فرزندخوندگی قبولش کرده، خیلی هم حالش خوبه. این دنیا پر شده از آدمای مرد نامرد. یکی به چهره خنده می آورد و یکی گریه. انشالله که هر چی از خدا میخواد بهش بده. مرد اماراتی، درود بر شرفت، درود بر شرفت. انسانیت هنوزم نمرده. بفرست بره. یا دیدی و خندیدن، ولی درد تو رو قطعا نه حس کردن نه فهمیدن.